السلام علیکم. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. خوبید شما؟ سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ علی هم از مازندران. آقای علی از مازندران. آقای علی از مازندران، بفرمایید علی آقا. راجع به همین چند لحظه پیش تماسی که داشتن بعد جوابی که شما فرمودید می‌خواستم یه چیزی رو بگم. بفرمایید. به نظر من که اصلا از اینا اطلاعی نداشتم، انصافا چیزایی که حالا علمای شیعه گفتن، من خودم شیعه هستم ولی از اینا اطلاعی نداشتم، ولی انصافا میگم ما واقعا چنین چیزایی که مورد عتاب و خطاب شما میشه راجع به شیعه، انصافا میگم تو زندگی ما اتفاق نیفتاده. شما اسمشو لعنت بذاری هر چیزی، چون که ببین هر انسانی که فطرت سالم داشته باشه طبیعتاً از این چیزا خوشش نمیاد. انصافا میگم نه بگیم حالا اسمشو تقیه و مقیه و هر چی اسمشو، نه از این چیزا، نه من آخوندم میخوام تقیه کنم، نه اطلاعاتی هم، نه چیزی، یه فرد عادی. من شما رو حرفتون رو 100% باور دارم و امثال شما زیاد هستن. جان گفتم من حرف شما رو 100% قبول دارم و امثال شما زیاد هستن. خب دیگه منظور یه خورده منظور میگم از این درجه عصبانیتون کم کنید ما خوشحال‌تر میشیم. زنده باشید، الله مطالب حفظتون کنه. باش چشم. کوچیک شما ببخشید مزاحم شدم. زنده باشید، الله مطالب حفظتون کنه. تشکر. خدا نگهدارتون. ببین علی جان، من بارها گفتم من با علی جان از مازندران و امثال ایشون که میدونم اکثریت هستن، اکثریت شیعیان، بارها گفتم و بازم تکرار میکنم، محبت شما به اهل بیت پیامبر یک محبت واقعی است، حقیقی است. شما واقعا اهل بیت پیامبر رو دوست دارید، اما اینها شما را به گمراه بردن، به بیراه بردن. ببینید نصارا، مسیحیا چرا کافر شدن؟ چون عیسی رو دوست داشتن. تعجب میکنید مسیح کافر شد به خاطری که عیسی رو دوست داشت؟ بله، انقدر عیسی رو دوست داشتن که گفتن پسر خداست. گفتن بیاید به این یک مقامی بهش بدیم که مقام خیلی بالایی باشه. گفتن عیسی پسر خداست. به خاطر محبت بیش از حد شدن کافر. عیسی رو گفتن پسر خداست. سیدنا و حبیبنا علی ابن ابی طالب امیر مومنان رضی الله تعالی عنه میگه که هلک فی رجلان، دو انسان در مورد من به هلاکت رسیدن، محب قال و مبغض قال. محبی که غلو کرد در مورد من، مثل عبدالله ابن سبا گفت تو خدایی، و مبغض قال، و اون کسایی که بغض عداوت داشتن با علی که خوارج بودن که تکفیر کردن، با آخرش هم سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رو به شهادت رساندن. این دو گروه در مورد من میگه به هلاکت رسیدن. ما با عزیزانی که تو میخوای اسمتو شیعه بذار، سنی بذار، زیدی بذار، هر چیزی که میخوای بگذار، شرک به الله سبحانه و تعالی نداشته باشی، لعن صحابه نکنی، همسران پیامبر رو دشنام ندی، به مخالفینتون این تهمت هایی که نمیدونم زنازاده است و فلان اینا ندید. ما با شما نه تنها هیچ مشکلی نداریم، بلکه شما را برادران مؤمن و مسلمان خودمون میدونیم و میدونید که اهل سنت مثل شماها در دین و مذهبشان تقیه ندارن که ظاهرشون یک چیز باشه باطنشون یک چیز دیگه باشه. ما آنچه که حقیقت است، آنچه که اعتقادمون هست بیان میکنیم، از هیچ کس هم نمیترسیم. بارها در اینجا گفتم که مراجع شما، بزرگان شما، از خمینی گرفته تا سیستانی و مکارم شیرازی، ما در کفر و نفاق اینها شک نداریم. شک نداریم که خمینی کافر است. اگر شک می داشتیم که مراجع شما، علمای بزرگ شما 1% هم ایمان و مسلمانی در وجود اینا بود، هرگز نمی اومدم من در این شبکه این برنامه را اجرا بکنم. اینها همون اندازه‌ای که با اهل سنت دشمنن، به اهل سنت ضربه زدن، بیشتر از اون به شیعیان زدن. اصلا در صدر اسلام شیعه به کی میگفتن؟ به کسانی که حضرت علی رضی الله تعالی عنه رو دوست داشتن، دور و بر حضرت علی بودن. نهایتش این بود که
ایشون رو بر عثمان فضیلت میدادن، اما هیچ وقت طعن و لعن ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و حفصه و صحابه نمیکردن. میگفتن شیعیان معاویه، شیعیان علی، شیعیان عثمان، شیعیان فلان. شیعه یعنی پیرو. وقتی که عبدالله ابن سبع یهودی اومد، مسیر این شیعیان را عوض کرد. تعداد ناچیزی از اینها موندن که به مرور زمان از بین رفتن، بقیه پیرو عبدالله ابن سبع یهودی شدن. اکثر اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم به خاطر توطئه همینا به شهادت رسیدن. نمونهش سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه، صدها نامه، هزارها نامه فرستادن، آخر در کربلا تنهاش گذاشتن. حسن ابن علی رو بعد از اینکه بیش از 70,000 نفر جنگجو داشت برای جنگ با معاویه آماده میشد، تنها گذاشتن تا که ایشون به صلح تن داد. همینطور حضرت علی رو تنها گذاشتن در صفین، در بعضی از غزوات، تا اینکه سیدنا علی مجبور شد در نهروان بیش از 4,000 نفر از اینا رو گردن بزنه. اینها اومدن از شیعه یک حزب سیاسی باطنی سری زیرزمینی ساختن و تا امروز که امروز از غیر از بدبختی و فلاکت و دربدری برای انسانیت، برای بشریت چیز دیگه ندارن. مسیر ملت ایران رو به دست این آخوندا ببینید که به کجا داره میکشه. آه